یکی از ترانسفرهای نخست و دلپسند مخصوصاً برای دلباختگان جوره‌های مسی آن است که آنخل دی ماریا 37 ساله بالاخره به رساریو سنترال از شهر زادگاهی خویش برگشت. دی ماریا بعد آنی که در فینال جام پرتغالیا از اسپورتینگ شکست خورد و موسم آخرین را در فوتبال اروپایی به جایزه جنبست کرد، اشک چشمان را بالاخره در وطن با سلفیت‌های وطنی پاک می‌کند. باید اضافه نمود که هنوز یک سال قبل گزارش ترانسفری او وابسته به دخالت گروه‌های جنایت‌پیشه محلی در فرصت‌های آخرین قطع شده بود. اگر به تاریخ فوتبال بازی یکی از نفران نزدیک به مسی بنگریم، پس دی ماریا در تیم‌های بزرگ چون رئال مادرید، منچستر یونایتد، یوونتوس و پاریس سن ژرمن بازی می‌نمود. ولی قدر و قیمت بیشتر از همه در اروپا برایش دسته بنفیکا دارد. از همین دسته پرتغالی به قول او را آدم کرد و او راه سمت فوتبال بزرگ جهانی کهن را از همین تیم پیدا نمود.